الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های شرح عقیده طحاوی در خدمت شما هستم. در برنامه گذشته که خدمت شما عزیزان بودم، مطالبی رو درباره رؤیت الله متعال و نهایتاً این مطلب را که علامه طحاوی رحمت الله علیه اشاره کرده بود و فرموده بودند که در باب رؤیت اصل و روش اهل سنت و الجماعت این هست که هیچ یکی از صفات الله متعال را تعویل نمی کنند. جلسه گذشته را با این مطلب سپری کردیم. در این جلسه انشاءالله میپردازیم به یکی دیگر از نکاتی که علامه طحاوی رحمت الله علیه به عنوان عقیده اهل سنت و الجماعت بیان کرده. ایشان در ادامه مطلب میفرمایند که والمعراج حق، معراج یعنی عروج رسول الله صلی الله علیه و سلم که از زمین به آسمان عروج کرد، این حق و حقیقت هست. ما به معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داریم. و قد اسری بالنبی صلی الله علیه و سلم، و رسول الله صلی الله علیه و سلم شبانه برده شدند، یعنی حرکت ایشان که به طرف بیت المقدس تشریف بردند و از اونجا عروج کردند به طرف آسمانها، این حرکتی شبانه بود. معراج یکی از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که اهل سنت و الجماعت بنابر آنچه در قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارد و این مطلب بیان شده، به همون کیفیت به معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم و مقدمه معراج که اسراء هست ایمان دارند. اسراء را الله متعال در قرآن کریم در سوره اسراء ذکر کرده. اسراء یعنی حرکت شبانه، شب یک جایی رو رفتن. خداوند متعال در این سوره می‌فرماید سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک و ستودنی است
و منزه هست آن ذاتی که بنده خودش را شبانه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی برد. پس بنابراین اسراء رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی حرکت ایشان از مکه و از مسجد الحرام تا به مسجد الاقصی در شام، این حرکت شبانه‌ای بود که الله متعال این اتفاق و رخداد را در سوره اسراء مفصلا بیان فرموده. و همان گونه‌ای که عرض کردم، هم اسراء و هم معراج هر دو از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند که هر دوی این کار و رخداد اتفاقاتی بودند که خارج از توان و خارج از درک بشر هستند. به این خاطر بود که مشرکان مکه زمانی که این خبر رو شنیدند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعلام کرد که من دیشب به اسراء و معراج رفتم، نپذیرفتند این را، بلکه یک بهانه دیگر برایشون مهیا شد و گفتند که ببینید محمد چه حرفهایی میزند، سخنان محمد قابل قبول نیست. مدعی هست که در یک شب از مکه و مسجد الحرام تا مسجد الاقصی رفته. این مسیر مسافت 1 ماه و بیشتر از 1 ماه هست. کاروانهایی که در میان مکه و شام حرکت می کنند، از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی می روند، بیشتر از 1 ماه مسافت را باید طی بکنند. اما محمد می گوید که من 1 شبه رفتم. و اضافه بر این محمد مدعی است که به آسمانها هم رفته سفر کرده. پس بنابراین نمیتونستند که این حرف را قبول بکنند و این مطلب را هضم بکنند. و واقعا هم این یکی از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و دلیل معراج هم در قرآن آمده و هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و معراج رو الله متعال در سوره نجم ذکر کرده، آنجایی که می‌فرماید ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، که رسول الله صلی الله علیه و سلم جبرائیل را 1 بار دیگر دید. کجا؟ محل ملاقات، محل رؤیت کجا بود؟ الله متعال می‌فرماید عند سدرة المنتهى. این ملاقات در سدرة المنتهى اتفاق افتاد که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت جبرئیل علیه السلام را به همان شکل و قیافه اصلیشون مشاهده کردند. و به اتفاق تمام مسلمانان سدرة المنتهى در آسمان هاست. پس بنابراین این آیه که الله متعال می‌فرماید لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، این آیه دلیل معراج هست، یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آسمان ها تشریف بردند، در کنار سدرة المنتهى و در اون مکان با حضرت جبرئیل علیه السلام ملاقاتی را داشتند. معراج به معنی آله و ابزار صعود هست، ابزاری که انسان به اون وسیله میتواند به آسمان ها برود، به یک مکان مرتفع و بالایی حرکت بکند. این مطلب و این اصطلاح در آیات قرآن استفاده شده به همین معنا. مثلا الله متعال در سوره معارج آیه 4 میفرماید تعرج الملائکة والروح الیه. روح و ملائکه یعنی حضرت جبرائیل و دیگر فرشتگان علیهم السلام به طرف الله متعال عروج می کنند، بالا می روند و صعود می کنند. پس بنابراین اسراء به معنی حرکت شبانه هست، از یک جای به جای دیگر حرکت کردن، و معراج آله صعود هست و عروج یعنی رفتن به طرف آسمان ها، که هر دو این مطلب برای رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هستند. اسراء از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم از مسجد الاقصی تا آسمان ها هست. اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم یک اسراء و معراج واقعی و حقیقی بود. این عقیده اهل سنت و الجماعت هست که این اتفاق برای رسول الله صلی الله علیه و سلم یک اتفاق ظاهری بود و یک رخداد کاملا حقیقی و واقعیت. یعنی این که این اتفاق برای جسم و روح رسول الله صلی الله علیه و سلم هر دو اتفاق افتاد.
این گونه نبوده که اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها جسمانی باشد، روحانی نباشد، یا معراج روح باشد و جسد ایشان همراه نباشد، بلکه هم روح بوده و هم جسد. به این خاطر است که علامه طحاوی رحمت الله علیه به این نقطه اشاره می کند و می فرماید و عرج بشخصه فی الیقظة الی السماء، و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت بیداری به آسمان برده شدند. صعود رسول الله صلی الله علیه و سلم و معراج ایشان به طرف آسمان با شخص ایشان بود در بیداری، یعنی هم جسم ایشان و هم روح ایشان بود. در این زمینه در میان علما اختلاف نظری وجود دارد و دو دیدگاه در این زمینه هست که یک گروهی از علما معتقد هستند که معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم با جسم و روح ایشان بوده، و یک نظریه دیگری در این زمینه هست که برخی معتقدند که معراج فقط یک معراج روحانی بوده. این روح رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که به بیت المقدس برده شد و از اونجا به طرف آسمانها. اما قول صحیح که آیات و روایات مؤید اون هستند و قول عموم اهل سنت و الجماعت هست، این هست که از دیدگاه اهل سنت و الجماعت معراج هم جسمانی بوده و هم روحانی، که الله متعال به صورت یک معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم را با جسم و روحش از زمین بلند کردند به طرف آسمان بردند. بعد از یک میان برنامه کوتاه باز میگردیم و ادامه مطالب را خدمت شما عرض خواهم کرد. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه مطلب می‌فرماید ثم الى حيث شاء الله من العلا و اکرمه الله بما شاء. الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را به آسمانها برد و در آسمانها ایشان را اکرام کرد و مقدمشان را گرامی داشت. این اشاره به آیات و روایاتی هست که در این زمینه آمده. الله متعال می فرماید لقد رأى من آیات ربه الكبرى. رسول الله صلی الله علیه و سلم در معراج و در آسمانها آیات و نشانه‌های بزرگ الهی را مشاهده فرمودند، نشانه‌های بسیار عظیمی و آیات بس بزرگی را با چشم سر دیدند، مانند بهشت، از بهشت بازدید فرمودند و جهنم را دیدند و حضرت جبرئیل علیه السلام را در شکل و قیافه اصلیشون دیدند و همچنین ایشان سدرة المنتهی را مشاهده کردند، اون گونه‌ای که در حدیث صحیح مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه می‌فرمایند که ثم ذهب بی الی سدرة المنتهی، و سپس مرا به سدرة المنتهی بردند و اذا ورقها کآذان الفیله و اذا ثمرها کالقلال. برگه های سدرة المنتهی به اندازه گوش فیل و میوه ها و ثمر سدرة المنتهی به اندازه کوزه بود. و در ادامه می‌فرمایند که فلما غشیها من امر الله ما غشی، زمانی که سدرة المنتهی متحول شد، امر الهی بر سدرة المنتهی اجرا گشت، سدرة المنتهی وضعیتی دیگر به خود گرفت
فما احد من خلق الله یستطیع ان ینعتها من حسنها. سدرة المنتهی چنان زیبا شد و چنان منظره جالبی پدید آمد که هیچ انسانی توان توصیف اون زیبایی ها را ندارد. و واقعا اون زیبایی که در کمال و منتهای زیبایی بوده و رسول الله صلی الله علیه و سلم که فصیح ترین و بلیغ ترین انسان روی زمین بود نمی توانستند اون زیبایی را و اون عظمت را و اون ظرافت هایی را که مشاهده فرموده بودند اونها را تعریف بکند و می فرماید که هیچ انسانی نمی تواند اون زیبایی را تعریف بکند. با این که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون گونه که در آیات متعددی الله متعال بیان می کند که باهوش و حواس کامل بود، دید و نگاه ایشان منحرف نشد، قلب ایشان متحول نشده بود، هر چه را می دیدند درک می کردند، عین واقعیت بود. اما با این وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که اون تغییراتی که بر سدرة المنتهی طاری شد و اون زیبایی هایی که آشکار شد هیچ انسانی نمی تواند اون زیبایی ها را به تصویر بکشد. علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه می فرماید که و اوحى الیه ما اوحى ما کذب الفؤاد ما رأى. الله متعال آنچه را که می خواست در آسمان ها مستقیما بر پیامبرش وحی کرد. ما کذب الفؤاد ما رأى و قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه را که میدید تصدیق میکرد، باور میکرد که یک رخداد واقعی و حقیقی هست. هم قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد تایید قرار گرفته در سفر معراج و هم دیده رسول الله صلی الله علیه و سلم. به طور مثال در آیه 18 سوره نجم الله متعال میفرماید ما زاغ البصر و ما طغى. چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم منحرف نشد و همچنین قلب ایشان را الله متعال تأیید می کند که با دیده و قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه را می دید درک می کرد، احساس می کرد و این واقعیت را آنگونه که شاید و باید و آنگونه که حقیقت بود ایشون درک می کردند. پس بنابراین اسراء و معراج حق هست و حقیقت هست و برگرفته از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و یکی از مفاد اعتقادی هست که ما مسلمانان باید به آن اعتقاد داشته باشیم و هر کسی که اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم را تکذیب بکند و باور نداشته باشد در واقع کفر کرده به قرآن و به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. نقطه دیگری که در اینجا قابل ذکر هست و مطلبی که زیاد بیان پرداخته می شود این که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر معراج پروردگار را دیدند، مشاهده کردند یا خیر؟ عقیده اهل سنت و الجماعت این هست که ایشان در دنیا نه در زمین و نه در آسمان الله متعال را ندیدند، زیرا که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که هیچ کسی در دنیا خدای خودش را و پروردگارش را نمی‌بیند مگر آنکه از دنیا برود، بمیرد و از این دنیا منتقل بشود، در دنیای آخرت می‌شود خدا را دید. من در جلسه قبل این مطالب را کاملا توضیح دادم با استدلال از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که رؤیت الله متعال حق هست و مستند به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. منتها این رؤیت در قیامت اتفاق می افتد. در دنیا با چشم دنیوی هیچ کسی الله متعال را مشاهده نخواهد کرد. در این زمینه دو قول و نظریه وجود دارد. برخی از علما معتقدند که الله متعال در معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم را به رؤیت خودش گرامی داشت، منتها این رؤیت قلبی بوده، رؤیت
چشم نبوده که با چشم و دیده رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند متعال را ببینند. و نظر حقیقی و رأی و دیدگاه صحیح این هست که حتی در معراج هم رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال را ندیدند و این رؤیت صورت نگرفته و امکان ندارد که در دنیا نه پیامبر و نه غیر پیامبر الله متعال را در دنیا مشاهده بکنند. در حدیثی که در صحیح مسلم هست رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که وعلموا ان احدا منکم لن یرى ربه حتی یموت، بدانید که هیچ کسی از شما، هیچ فردی از شما پروردگار خودش و الله را نمی بیند مگر این که از دنیا برود. پس بنابراین حتی در شب معراج هم رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگار رو ملاقات نکردند و این نعمت ملاقات پروردگار یک نعمتی هست که هر کسی را که الله متعال بخواهد به این نعمت برساند در روز قیامت و در بهشت اون را به این نعمت و به این فضیلت گرامی خواهد داشت. در آخر این مطلب علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید فصلی الله علیه و سلم فی الاخره والاولی، پس درود الله متعال و سلام الله متعال در دنیا و آخرت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم باد. واقعا اون ذاتی که این اندازه گرامی هست و با ارزش و احترام هست نزد الله متعال که ایشان را به آسمان برد و این کرامت ها و فضائل را به ایشان نصیب کرد، شایسته هست که چنین ذاتی مورد ستایش قرار بگیرد که الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را ثنایش را و ستایشش را نزد فرشتگانش بیان می کند. فصلی الله علیه، ثنای الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم باد و همچنین درود و سلام من و شما، و این یک وظیفه شرعی هست و یکی از حقوقی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر من و شما دارند که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم باید سلام و درود بفرستیم. و این سلام و درودی که من و شما میفرستیم در واقع یک دعایی هست و رحمتی هست بر خود من و شما، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که هر کسی که یک بار بر من درود بفرستد فرشتگان الهی 10 بار برایش درود میفرستند و دعای سلامتی و رحمت میکنند. پس بنابراین بیاییم و این وظیفه و حقی را که برگردن من و شما هست در برابر رسول الله صلی الله علیه و سلم این حق را ادا بکنیم و سلام و درودمان همیشه جاری باشد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و مطلبی دیگر از نکاتی که علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه ذکر کرده، تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.